بچه‌م گفت همین علف توبتی این همین چیز بوده. آنچه این مادر مدت گیاه میشمرد بعد یافتن آن از جانب پلیس فهمید بانگدانه بوده است. به گفته او از آن دردش کرده است که ناآگاهی او شوهری بیمارش را نیز به زندان برد. من میفهمیدم این چیز من خودم میدونستم که باید برم چیکار کنم و چیز باید کنم. کدام مادر پدر میخواهد که فرزندش به این روی خطا رود اینقدر عذاب کشد و اینقدر مثال که سرسان سرگردان شود و در جا. دادگاه در دوشنبه یک پدر و پسر را برای خرید و فروش بانگدانه به 17 سال زندان محکوم کرد. به قول دادگاه امیر خواجه رجبوی 65 ساله از ناحیه رودکی برای خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر و جلب نابالغ به جنایت باید 9 سال عمرش را پسی پنجره سپری کند. پسر این مرد عزیز رجبوف به 8 سال زندان محکوم شد. او افزود امیر خواجه رجبوف پسر نابالغش را دانسته به خرید و فروش مواد مخدر جلب نموده است تا جنایتش پنهان بماند. وکیل دفاعی محکوم شدگان گفت در تمام مرحله های دادگاهی گناه امیر خواجه رجبوف اثبات نشد و دلیل های را پیشنهاد کرد که به قول او بیگناه بودن زیر حمایه‌اش را ثابت میکند. همونجا همین یکم بار اول که دویم بار در همون مفتش تا گفته بود که بار ای خودم ای تام نیست. همین دویم بار دم گفته بود خودم در پیشش صلاحیت قانون مادر وای میکنن کنی سویش نلید نیدن نابالغ ده. همونجا گفته بود شوهرم که پسرم که بار ای تام نیست من دروغ گفتم. امیر خواجه رجبوف ضمن سخن آخرین خود با مراجعت به دادرس گفت که بیگناه است. پسرش عزیز رجبوف گفت به گناه خود اقرار است اما پدرش گناه ندارد. پدر و پسر ساکنان جماعت چهارتپه ناحیه رودکی را ماه نوامبر سال 2018 کارمندان آژانس مبارزه با مواد نشئه‌دار با اتهام خرید و فروش و نگهداری 3 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند. شوهر من گناه نداره. ها پسرم یافته آورده چیکار کرده پسرم گناهگاره. من چیزی که هست من پیش دولتدار و قانونگذار من خودسرانه این گپ گفتن نمیتونم که پسری من قد شوهرم بیگناهه.